خب وارد گرند پرایز جایزه بزرگ میشیم. ببینیم که هم قطارای ما در این مرحله چه کردند، کیا هستند. رافائل کورا، رافائل 944 امتیاز برای ما آورده، کورا 936 و جون 930 خورده یا همون جان. حضورتون عرض کنم که میریم امتیاز رو بذاریم روی 20 و اینجا اولین ضربه رو میخوایم محکم تر بزنیم. 20 خوبه، حرکت سبز، ای تو شانست. حرکت بعدی قرمز، بونوس. حال میده یه قرمز چاشنیش کنه و ای تو روحت. زبرد واقعا نزرد، اینجا زبرد داد با این حرکت. این چی داد؟ زبرد. این سانسوری کنیم خودمون رو. بونوس میده برای رافائل. امیدوارم آبی مجدد رو به رافائل هدیه. ایول، یک دور کامل خواهیم زد ایستگاه قطار رو و با 2000 امتیاز تقدیم رافائل میم بیرون. داداش 215 امتیاز دیگه داریم. میریم سراغ دوست بعدیمون جون. ببینم شانس تو چطوره. اولین حرکت رو آبی، 2 برابر دوبل. خب حالا ببینیم که در ادامه به کجا میرسیم. سبز 400 امتیاز ناقابل، به درد ما که نمیخورد. حالا ادامه میدیم. زرد بونوس، یه زرد دیگه بده که ما بتونیم 2000 امتیاز. این قرمزم بد نیست. 1500. شما هم به چه خوبی هستی. 1500 تومن. حالا میریم برای حرکت بعدی. قرمز 40 تا. این همه هزینه کردم 40 تا بدی؟ ای چلونه. خب آبی 2 برابر. برو دیگه. مجددا آبی و سوپر بونوس، یعنی 2 برابر خواهد شد امتیازهای مورد علاقه من در این مرحله. امیدوارم آبی. قرمز میده ولی خب بازم خوبه. 2000 امتیاز هم تقدیم تو جون. بریم مرحله بعدی.